کت خدا آقا، اهالی دوباره علیه گرانی تجمع کردند. چاره ای بیندیشید. کدوم اهالی؟ اینها خس و خاش ها کی بیش نیستن. برو جاروشون کن. یه اختلاف کم بشه مشکل ما حل میشه. یه اختلاف کم بشه. یالا برید باهاشون برخورد کنید. آخه تو پایانه جنوب هم گاریدارا تجمع کردند. پس کی اونجا بره؟ تو برو اونجا رو غرق کن. چرا معطلی؟ ولی قربان تو میدون فینیتو هم اهالی بیگانه دارن شعار ضد کت خدا میدن. پس چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ برو سریع جمعشون کن. دشمن ما همینجاست. دشمن ما همینجاست. ای وای، هیچکی نمون دیگه. وای وای. خدا آقا، این دفعه در چند نقطه تجمع کردن و جمعیتشون زیاد بود. دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. من جسم ناقصی دارم. این گرانی ها تقصیر من نیست. آره جون احمد، مردمم خوب بلدن متحد بشن. دیگه تمام ماجرا.